خب دوستان، توی پارت قبلی در مورد انواع جملات صحبت کردیم و گفتیم که جملات به سه دسته اصلی: جمله خبری، جمله پرسشی و جمله امری تقسیم میشن. و همینطور یه توضیح کلی دادیم و گفتیم که جمله امری همونطور که از اسمش معلومه حالت امری و دستوری داره و همینطور جمله پرسشی جمله‌ای که توش سوال پرسیده میشه و همینطور گفتیم که جمله خبری جمله‌ای هستش که در واقع امری و پرسشی نباشه و همینطور بیان کننده رویدادها و توصیفات باشه. به اینجور جملات هم گفتیم که میگیم جمله خبری. حالا توی این پارت میخوایم جمله خبری رو یه خورده کاملتر با همدیگه بررسی بکنیم. خب جمله خبری همونطور که بهتون گفتم میشه Aussage-Satz و قبل از اینکه وارد بحث بشیم میایم نکات مهمش رو با هم بررسی میکنیم. نکات مهم جمله خبری اینه که در جملات خبری فعل در جایگاه دوم قرار میگیره. ببینید فعل در جایگاه دوم قرار میگیره. الان اینجا ساختارشو من ساختار جمله خبری اینجا براتون نوشتم. یه جمله خیلی ساده معمولا از یک فاعل و از یک فعل تشکیل میشه دیگه و اینکه تو جمله خبری گفتیم فعل در جایگاه دوم قرار میگیره و یه نکته دیگه این که فعل با توجه به فاعل صرف میشه. الان اینجا فعل که در جایگاه دوم قرار گرفته با توجه به فاعل صرف میشه، مثل تو خود زبان فارسی هم به همین شکل دیگه ما فعلا رو صرف میکنیم. حالا توی اسلاید بعدی براتون کاملتر توضیح میده. و همینطور یه نکته دیگه که برای جمله خبری هستش اینه که توی جمله خبری این جایگاه اول جایگاه تأکیدی هستش، یعنی ما هر چیزی رو تو جایگاه اول بیاریم در واقع داریم روش تأکید میکنیم. اگر فاعل رو بیاریم جایگاه اول یعنی داریم روی فاعل تأکید میکنیم. ما میتونیم غیر از فاعل چیزهای دیگه هم بیاریم، مثل قید مکان. اگر مکان رو جایگاه اول بیاریم یعنی داریم روی مکان تاکید میکنیم. اگر زمان رو بیاریم داریم روی زمان تاکید میکنیم. اگر مفعول رو بیاریم یعنی داریم روی مفعول تاکید میکنیم. پس جایگاه اول جایگاه تأکیدی هستش. جایگاه دوم هم که گفتیم فعل میاد قرار میگیره. خب ساده ترین جمله معمولا از فاعل و فعل تشکیل شده دیگه، یعنی کوتاه ترین جمله رو شما ببینید معمولا یه فاعل داره یه فعل داره. حالا فاعل چیه؟ همونطور که شما قبلا خودتونم یاد گرفتید فاعل به کننده کار، یعنی اون کسی که میاد کار انجام میده، به کننده کار و همینطور به کسی یا چیزی که توصیف میشه فاعل میگویند. مثلا کننده کار چی؟ مثلا میگیم پیتر کارش را انجام داد. الان اینجا پیتر کننده یه کار دیگه، یه کاری انجام داده، به پیتر میگیم فاعل. یا مثلا میگیم پیتر قد بلند است. اینجا پیتر کار خاصی نکرده ولی چی شده؟ توصیف شده. ما پس اینم هست به کسی یا چیزی که توصیف بشن فاعل میگن. میگیم پیتر قد بلنده، پیتر کار خاصی نکرده قدش بلنده، یعنی داریم توصیفش میکنیم. پیتر فاعله. یا مثلا آن گل زیباست. گل توصیف شده، گل فاعل ماست، کننده کار نیست، فاعله. پس اینو باید در نظر بگیرید، هم به کننده کار میگیم فاعل و هم به کسی یا چیزی که توصیف بشه. یه نکته که من اینجا نوشتم براتون اینه که به خود فاعل در زبان آلمانی میگن زوبیکت که تو انگلیسی میگن سابجکت. به خود فاعل در آلمانی میگن زوبیکت و به نقش فاعل میگن نومیناتیو. پس از این به بعد هر وقت من گفتم نومیناتیو یعنی همون فاعل، منظور نقش فاعلیه. خب فاعل معمولا یا به شکل اسم میاد که بهش میگن اسم فاعلی یا اسم نومیناتیوی، یا ممکنه این فاعل به شکل ضمیر بیاد که بهش میگن ضمیر فاعلی یا ضمیر نومیناتیوی. ضمیر چی بود؟ ضمیر کلمه‌ای هستش که
به جای اسم میاد، یعنی جانشین اسم میشه. مثال میزنم براتون. فاعل گفتیم اگر اسم باشه چی میشه؟ مثلا میگیم که پیتر رفت. خب اینجا پیتر از اسم استفاده کردیم، فاعل ما اسمه، اسم فاعلیه، در واقع اسم فاعلیه پیتر. به جای اینکه بگیم پیتر رفت میتونیم بگیم او رفت، یعنی اومدیم از ضمیرش استفاده کردیم، یعنی این ضمیر اومده جانشین اسم شده. پس ضمیر کلمه‌ایه که جانشین اسم میشه. به جای اینکه بگم پیتر رفت از اسمش استفاده نکردم، اومدم از ضمیرش استفاده کردم، گفتم او رفت. خب من برای چی میام روی این مفاهیم اینقدر تاکید میکنم؟ به خاطر اینکه زبان آلمانی کلا مفهومیه، شما باید این مفاهیم رو درک بکنید. هرچی این مفاهیم رو بیشتر درک بکنید در ادامه خودتون متوجه میشید، براتون راحت تر میشه درک خیلی از چیزهای دیگه. خب این بود از فاعل. اسم فاعلی که خب مشخصه دیگه، پیتر، علی، امید، اینا اسمن. میریم سراغ ضمایر فاعلی یا ضمایر نومیناتیوی. اینا ضمایر نومیناتیوی یا ضمایر فاعلی هستن توی زبان آلمانی. این ضمایر در واقع ضمایری هستن که در نقش فاعل ظاهر میشن، بهشون به خاطر همین میگیم ضمایر فاعلی یا ضمایر نومیناتیوی. خب من میشه چی؟ ایش. ایش یعنی من. تو میشه دو. ما توی زبان آلمانی 3 تا او داریم. یه او مذکر داریم که میشه ا، یه او مؤنث داریم که میشه زی، و یه او خنثی داریم که میشه اس. خب او مذکر و او مؤنث که خب مشخصه، او خنثی بیشتر برای آب و هوا به کار میره، برای ساعت به کار میره و برای کاربردهای دیگه هم داره که حالا انشالله در جلسات بعدی یا در لول های بعدی اینا رو کامل یاد میگیرید. ما میشه ویا. ما میشه چی؟ ویا. شماها. شماها منظور جمع دوستانه، یک جمع دوستانه یعنی بیشتر از یه نفر. یه جمع دوستانه شماها میشه ایا. ایا اینجا هست، ایا. این ه رو نمیخونیم دیگه، اینا حروف ترکیبی، اینا رو کامل تلفظاشون رو من توضیح دادم. پس شماها میشه ایا. آنها میشه چی؟ زی. یه شمای دیگه داریم که این شمای رسمی هستش، هم برای یک نفر هم برای چند نفر. ما به یه نفر که بخوایم رسمی اونو مورد خطاب قرار بدیم هیچ وقت بهش نمیگیم تو، بهش میگیم شما. چه یه نفر باشه چه چند نفر باشه بهش میگیم شما یا شماها. این جمع رسمی یا اون یک نفری که بهش میگیم شما و حالت رسمی داره میشه زی. و نکته که بخوام به شما بگم، این زی که شمای رسمی هست هر جای جمله که بیاد با اس بزرگ میاد، یعنی اولین حرف که اس باشه همیشه بزرگ نوشته میشه. چرا؟ چون رسمیه دیگه، مورد احترامه، با اس بزرگ نوشته میشه. خب اینا رو کامل باید بنویسید توی جزوتون و در واقع مرور بکنید. این ضمایر خب مهمن دیگه، یعنی شروع زبان آلمانیمون با این ضمایر. اینا رو کامل باید یاد بگیرید، توی جزوتون کامل نوشته باشید و مرور بکنید. خب میریم سراغ فعل. گفتیم که فعل در جمله خبری خب توی جایگاه دوم میاد و اینم گفتیم که فعل، تمامی فعل ها با توجه به فاعل توی زبان آلمانی صرف میشن. مثل زبان فارسی. من اینجا یه مثالی برای زبان فارسی نوشتم. خب مثلا مصدر رفتن. مصدر چیه؟ مصدر در واقع همون فعله قبل از صرف شدن. فعلی که هنوز صرف نشده بهش میگم مصدر. خب مصدر رفتن و من اینجا برای زبان فارسی اومدم صرفش کردم. مثلا میگم من رفتم، آخرش میم گرفته. تو رفتی، آخرش یه گرفته. او رفت، آخرش هیچی نگرفته. ما رفتیم، آخرش یه و مه گرفته. شماها رفتید، یه و ده گرفته. آنها رفتند، نه و ده گرفته. شما منظور شمای رسمی، شما چه یه نفر باشه چه چند نفر. شما رفتید، یه و ده گرفته. همونطور که میبینید فعل
با توجه به فاعل صرف شده، پسوند خاص خودش رو گرفته. شما اینا رو از دوران کودکی یاد گرفتید بدون اینکه مثلا بخواید قواعد خاصی یاد گرفته باشید، ناخودآگاه اینا رو یاد گرفتید. و خب زبان فارسی هم مثل زبان آلمانی در واقع فعلا صرف میشه. حالا میریم سراغ زبان آلمانی. زبان آلمانی هم دقیقا شبیه همینه، صرف میشه. مثلا حالا قبل از اینکه بیام توضیح بدم این صرفش رو بخونم، کلا صرف فعل توی زبان آلمانی دو دسته است: با قاعده، بی قاعده. این دوتا ستون اول اینجا که نوشتم کومن به معنی آمدن و گهن به معنی رفتن، این دوتا با قاعده است، یعنی طبق قاعده صرف میشه. و این مصدر زاین به معنی بودن یا هست بی قاعده هستش. حالا اینجا من براتون بیشتر توضیح میدم. مصدر کومن به معنی آمدن، میخوام بگیم من میام، من آمدم، نه من میام. آمدم گذشته است که بحثش فرق میکنه. میخوام بگیم من میام، زمان حاله. کومن خب مصدر دیگه به معنی آمدن. ا و ان آخر کومن نشان مصدریه که اگه حذف بشه چیزی که میمونه کم. اینا که آبی است همشون کمه دیگه. کم این ریشه فعل ماست. ایش کومه، ایش کومه یعنی من میام. آخرش چی گرفته؟ ا گرفته. دو کومست، تو میای. اس و ت گرفته. این سه تا او چون صرفشون یه جوره من یک جا نوشتم. زی اس کومت، آخرش ت گرفته. ویا کومن یعنی ما میاییم. خب پس چی شد؟ ایش کومه یعنی من میام. دو کومست یعنی تو میای. زی اس کومت یعنی او میاد. ویا کومن یعنی ما میایم. ایا کومت یعنی شماها میاید، یه جمع دوستانه منظوره. و دوتا زی آخر که یکی به معنی آنها بود، یکی به معنی شمای محترمانه یا رسمی بود دیگه. اینم صرفشون یه جوره، من یک جا نوشتم. زی کومن یعنی آنها میآیند و زی کومن شما، شمای رسمی میایید. به این روش صرف کردن میگن صرف با قاعده، یعنی برای ایش ا میگیره، برای دو اس و ت میگیره، برای این سه تا او آخرش ت میگیره، برای ویا ا و ان میگیره، یا ت میگیره. این روش میگن روش صرف با قاعده. گهن به معنی رفتن. این ا و ان نشان مصدری حذف میشه، چیزی که میمونه گ، ریشه فعل ماست. این گ رو اینجا همه رو نوشتم. برای ایش صرف با قاعده ا میگرفت آخرش. ایشگه یعنی من میرم. من رفتم، نه رفتم گذشته است. من میرم. دو گست تو میری، اس و ت گرفته مثل این کومن. ازی اس گت او میره، ت گرفته. ویا گهن ما میریم. ایا گت شماها میرید و زی گهن آنها میروند، یا زی با اس بزرگ شمای محترمانه میشه گهن یعنی شما میرید. ببینید جفتش اون اندونگ ها، اون پسونداش که اینجا من مشکی در واقع نوشتم یک جور دیگه. برای ایش دو ا گرفته، برای دو اس و ت گرفته جفتش. اینجا ت گرفته جفتش. به این روش صرف میگن صرف با قاعده. اما صرف بی قاعده به چه شکله؟ مصدر زاین به معنی بودن یا هست، معادل فعل تو بیه توی انگلیسی. مثلا توی انگلیسی داشتیم I am من هستم، you are تو هستی. این معادل همونه. الان اینجا مصدر زاین داره صرف میشه. ببینید ایش بین یعنی من هستم. ایش بین امید، من امید هستم، یعنی اسمم امیده. ببینید بین هیچ شباهتی به زاین نداره. چرا؟ چون کلا بی قاعده هستش. دو بیست تو هستی، هیچ شباهتی به زاین نداره. ازی اس ایست او هست. ویا زیند ما هستیم. یا زاید شما هستید. زی زیند آنها هستند. زی زیند شما رسمی هستید. ببینید شباهتی به زاین نداره، این بی قاعده است. خب ما از کجا باید بفهمیم که اون مصدر با قاعده صرف میشه یا بی قاعده؟ ببینید شما از ظاهر فعل، مخصوصا تو سطح آیه یا سطح آدو، از ظاهر فعل نمیتونید تشخیص بدید. حالا مگر اینکه در آینده دیگه اینقدر صرف فعلا رو کار کرده باشید که بتونید تا حدودی از ظاهر فعل حدس بزنید که این بی قاعده است یا در واقع با قاعده. اما اینجا
مثلا شما نمیتونید از ظاهر مثلا کومن نمیتونید از ظاهرش حدس بزنید که این با قاعده است یا بی قاعده، یا مثلا گهن هم همینطور، زاین هم همینطور. پس از کجا باید بفهمیم؟ روشش اینه که شما هر مستری رو که بهتون میدم، میگم شما صرفش رو در بیارید، باید برید از توی اینترنت، توی گوگل صرفش رو در بیارید. یعنی چی جوری؟ میره توی گوگل مثلا مینویسید صرف کومن، توی گوگل مینویسید صرف کومن، چندین سایت مختلف میاد. حالا یک کدوم از این سایت ها رو که اومده رو باز میکنید، قشنگ توش صرفش رو نوشته. مثلا سایت بیاموز است، سایت خوبیه اونم. اونجا مثلا صرف کومن رو قشنگ براتون مثل همین چیزی که من اینجا نوشتم نوشته. شما از اونجا فقط متوجه میشید که با قاعده صرف شده یا بی قاعده. یا مثلا می نویسید توی گوگل می نویسید صرف گهن، قشنگ صرفش رو دقیقاً شبیه همین چیزی که من اینجا نوشتم میاره. صرف زاین همین جوری که اینجا هست براتون میاره. خب این بود در واقع کلیات جمله خبری. یه جنبندی کلی بخوام بکنم اینه که جملات خبری جملاتی هستن که امری و پرسشی نباشن، و اینکه توی جمله خبری فعل در جایگاه دوم قرار میگیره و توی در واقع فعل هم با توجه به فاعل صرف میشه که ما صرفش هم اینجا گفتیم. حالا من توی اسلاید بعدی یه تمرین به شما میدم، تمرین صرف کردن. مصدرهای زیر را صرف کنید. ونن به معنی زندگی کردن. با توجه به همون روشی که به شما گفتم میرید توی گوگل، صرف تک تک اینا رو در میارید روی کاغذ یا روی جزوه‌تون، خیلی مرتب مینویسید و واسه هم ارسال میکنید که ببینم درست نوشتید یا نه. و اینکه وقتی که ونن صرفش رو نوشتید، بعد کنارشون بالا مثلا بنویسید که با قاعده بود یا بی قاعده بود. اینا رو هم اشاره کنید بهش. لبن یعنی زندگی کردن، هایسن یعنی نامیده شدن، زگن گفتن، هورن شنیدن، لزن خواندن، مخن انجام دادن. پس اینم شد تمرین، اینو برای من ارسال کنید.